نیان تو فضای مجازی بنویسن دو تا آخوند شیعه با هم مناظره کردن، مناظره یک آخوند شیعه و یک آخوند غیر شیعه. کسی که نسب امیرالمؤمنین علیه السلام به دستور خدا رو قبول ندارد شیعه نیست. روشنه. من خیلی صریح میگم، مناظره یک شیعه و غیر شیعه است. در این مناظره طرف مقابل اصرارش بر این است که من از جهت تاریخی نمیخوام بحث کنم، من میخوام از جهت الهیاتی بحث کنم. بحثی که هویتش تاریخی اصلا نباید بریم از جهات دیگر مورد بحث قرار بدیم. و بعد میاد میگه که خب از جهت الهیاتی آیا عدالت امیرالمؤمنین اجازه میده همسرش بره یا بفرسته؟ میگه فرستاد، بفرسته پشت در و این مسائل پیش بیا. اولا امیرالمؤمنین از طرف رسول خدا مأمور به سکوت بود و ثانیاً تازه تو بعضی از کتب خود اهل سنت هست که امیرالمؤمنین رفت یقه اون کسی که بر خانه هجوم آورد گرفت. او گفت اگر نیایی بیعت بکنی با شمشیر من گردن تو رو میزنم. حضرت فرمود تو خیلی پستر از این حرفا هستی. بحثی که هویتش تاریخی اصلا نباید بریم از جهات دیگر مورد بحث قرار بدیم. خب اگر اینطور که شما میگی اشکال ببر بالاتر. خدای تبارک و تعالی عدالتش اقتضا کرد که حسین ابن علی با یارانش، با فرزندانش، با اصحابش این طوری به شهادت برسه. اونجا اشکال کن تو چه خدایی بود. و حتی نباید بی سوادی کنیم بگیم خب خبر واحده، خبر واحد حجت نیست. که اصلا اگر بخوایم بگیم خبر واحد در تاریخ حجت نیست باید تمام کتاب‌های تاریخی رو جمع بکنیم. این قضایایی که بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به صورت متواتر در کتب شما آمده، نه به یک صورت خبر واحد. گاهی اوقات در بیش از 15 کتاب معتبر از کتاب‌های شما مطرح شده. اگر در این قضیه شیعه نایسته و علما حقایق رو بیان نکنن، بعداً می‌نویسن افسانه کربلا. ما الان اگر سکوت بکنیم ما هم به مظلومیت اینا کمک کردیم. دست رو دست بگذاریم یه حقایقی رو انکار بکنن با کمال پررویی، این دیگه قابل تحمل نیست. یه شیخی با لباس روحانیت شیعی به اسم شیعه، البته عرض کردم شیعه نیست، بیاد این مسائل رو با استهزا، با مسخره کردن، جسارت‌های دیگه‌ای که کرد در این مناظره، تا تاریخ هست و تا دنیا هست ما باید بر این